درود به همگی. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. تو این روزا که داره هوا رو به سرما میره، امیدوارم که قلبتون گرم باشه و روحتون شاد. این روزها رو هم به هر شکلی هست بگذرونید. آمین. و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خب یواش یواش مهر عزیزم داره تموم میشه، داره جاشو آبان میگیره. باز هم حالا تولد مهمانی‌ها رو تبریک میگیم. تا هفته بعد رسیدیم به جمعه و یک فال ترکیبی دیگه از قهوه و تاروت برای دوستان عزیزم و 4 عنصر و متعادل موهای مربوط بهشون. ببینید چه خبره. هیجان که من حسابی خودم هیجان دارم ببینم که چی کشف میکنم و چه پیامی میتونم بگیرم و راهنمایی میتونم بگیرم از جهان هستی از طریق قهوه و کارت‌های تاروت. ببینیم چه خبره. و قبل اینکه شروع کنم از دوستان یه خواهش دارم، لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب بفرمایید، کانال تلگرام من ببینید خواهشم. هر کیم که فایل اختصاصی میخواد با از طریق تلگرام یا اینستاگرام که لینکشون رو در هم کپشن میذارم، هم در دیسکریپشن، هم در خود کانال گذاشتم، میتونید با من تماس بگیرید و هماهنگ کنید و نحوه گرفتن فایل رو بهتون توضیح بدم. و از طرفی هم حمایتتون رو لطفا فراموش نکنید. و دوستانی هم که منو حمایت کردن تا اینجا و واقعا دلگرمی بهم دادن، یک دنیا متشکرم. از اونم تشکر میکنم و دوستان عزیزم و ان که همینطور ادامه داشته باشه و منو تنها نذارین تو این راه. ممنونتونم. بریم شروع کنیم به گرفتن فال. خب از قهوه شروع میکنم. برای عنصر آب متولدین تیر، آبان، اسفند. حالا ممکنه مثلا دوستان بگن خب چرا همش از عنصر آب شروع میکنی؟ دوستان توی قسمت دیسکریپشن کانال یوتیوب تایملاینایی گذاشتم، زمانها رو مشخص کردم و به راحتی شما دوستان متولد هر ماه هستین میتونین برین رو اون زمان بزنین و فقط ماه خودتون رو نگاه کنین اگر دوست دارین و فقط اونو میخوان. اگر مثلا دوست دارین ماهای دیگر هم ببینین، باز به همین شکل اون زمانهایی که گذاشتم و جلوش نوشتم شما میتونید انتخاب کنین و فقط اون قسمت رو ببینین. همه قسمت رو نمیخواد ببینین. اینم از راه و رسم یوتیوب که خیلی واقعا کار منو راحت کرد، چون من توی تلگرام مجبورم دونه دونه تمام اینا رو ادیت کنم و تدوین کنم، تیکه تیکه کنم و همینطور مجبور بودم هی فایل ها رو، ویدیوها رو چیز کنم، کمپرس کنم، فشرده کنم که بتونم تو تلگرام بذارم یا تو اینستاگرام بذارم. یعنی واقعا اذیتم میکرد، ولی الان واقعا تو یوتیوب دستم بازه و خیلی بهتر داره جلو میره. اگه ببینید صدا مشکل داره و اونطور واضح نیست مثل کانال‌های دیگه، ویدیوهای دیگران، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. یواش یواش فعلا اون سرمایه لازمی که بایستی وسایل مورد نیاز رو تهیه کنم هنوز به دستم نرسیده و فعلا نمیتونم این هزینه رو بکنم تا اینکه ببینم واقعا چقدر پشتیبان میشم، چقدر حمایت میشم، چقدر چه شکلی جلو میره. تا اون موقع فعلا نمیتونم این هزینه رو بکنم. ممنون میشم حمایتتون رو ازم دریغ نکنین دوستان و نشر بدین که دیگرانم ببینن. اگه تونستی سیو هم بکنی، سیو که میکنی یعنی اینکه مخاطب بیشتری میتونه اونو ببینه و سیستم متوجه میشه و میتونه تو قسمت سرچ بذاره تا دیگران اونم ببینن و به منم کمک میشه. ممنونتونم. خب بریم شروع کنیم. برای عنصر آب متولدین تیر، آبان، اسفند. خب شروع کنیم. برای دوستان تیرماهی عزیز، دوستان تو این روزها با اینکه گرفتاری‌های زیادی داریم، با اینکه شرایط اونطور که باید شاید مساعد نیست، ولی من دارم میبینم که شما خیلی قوی و محکم تو مسیرتون ایستادین. میتونم ببینم که ممکنه کمی خسته شده باشین. خب یک ذره استراحتیش اشکالی نداره و باز با همین استراحت کوچیک میتونین تجدید قوا کنین و باز به راهتون ادامه بدین. ولی هرچی هست روشنی‌های زندگیتون خیلی روشن‌تره. این سری من دارم برای عنصر آبیای عزیز متولد تیر، آبان، اسفند، چیزی که دارم میبینم از سری قبل روشنایی زندگیشون، انگار که امید داشته باشن، انگار که امید به زندگیشون، انگار که راهشون رو پیدا کردن روشنه، خیلی روشن افتاده و این خیلی قشنگه. و تصویر کسی رو میبینم، شخص رو میبینم که میتونم بگم این شخص انگار که کاری بلده،
یا مدام مثلا تو اینترنت یا کسیه که دانش این قضیه رو داره، دانش سوشال مدیاها، دانش این رو شده که ممکنه تو این راه تو این مسئله شما رو کمک کنه، دستتون رو بگیره و یا پیشنهادی بهتون بده که شما رو تو این راه کمک کنه، کسانی که تو کارهای اینترنتی هستن. و یا اگرم تو کار اینترنتی نباشه، یک شخصی که بینی نسبتاً حالت عقابی شکل ولی کوچیکی داره، صورت کشیده‌ای داره و موهای پرو و نسبتاً پشت گردنش کمی بلنده و مدام انگار تو گوشش انگار که داره همش با ایرپادش مثلا هی داره صحبت میکنه و مشغلش زیاده و میتونم بگم صورت روشن و پوست روشن و گندمگونی داره، این شخص میتونه توی این مسیر توی این راه خیلی بهتون کمک کنه. اگر مسئله‌ای هست، اگر توی کار تجارتتون، اگر توی این مسئله قراردادی مشکلی هست یا یک مسئله قانونی کاری چیزی براتون پیش اومده، این شخص از راهنمایی این شخص میتونید استفاده کنین برای اینکه راهتون رو جلو ببرید. دیگه یک سری اشخاص مثلا اینکه قولهایی بهتون دادن یا مثلا برنامه‌ای بوده شما روی برنامه داشتین پیش میرفتین ولی انگار که بدقولی هایی شده یا حالا اونا مشکلاتی پیدا کردن، تماس گرفت مثلا آره ببخشید ما تو این امروز نیستیم یا نمیدونم امروز میشه برای ما کنسل کنه، کسایی که مثلا برنامه‌ای دارن، کاری دارن، چیزی دارن، حالا مثلا جلسه‌ای دارن که مهمه، این کنسلیا پیش اومده و یه کمی اینا رو نگران کرده. ولی خب مدیریت روحی و ذهنی خودشون مطمئن باشین که این نگرانی بیخوده و نگران نباشین، 2 مرتبه همه چیز روی خط و مسیر خودش برمیگرده و این قطار اون مسیر حرکت میکنه، اون قطار کاریتون زندگیتون 2 مرتبه به مسیرش ادامه میده. فعلا یه تداخلی که پیش اومده، فعلا این تأخیرهایی که به وجود اومده باعث دلنگرانی شما نشه و مطمئن باشین که این راه ادامه داره. دوستانی که تو اسمشون میم هست، ره هست و حالا تو اسم یا فامیل و حتی ممکنه مثلا شبیه یه 2 نقطه باشه، تماس تلفنی دارین، خبری از این شخص به گوشتون میرسه یا خود شما که این اسامی رو دارین که منتظر یک تلفن خیلی مهمی هستین، یک خبر مهمی هستین، این خبر به شما میرسه که میتونم بگم که مسیر بعدیتون رو بهتون نشون میده، راهتون رو نشون میده، خیال یه آسودگی خیال بهتون نشون میده. فعلا شرایط مادی که دارم براتون میبینم حالا زیاد اونطور که باب میل شما نیست ولی مسیر ادامه داره. آرامشتون رو حفظ کنید، مطمئن باشین که جهان هستی براتون بهترین ها رو رقم میزنه. اگه بهش اعتماد کنی حتما اتفاقای خوبی براتون میفته. گشایش رو براتون میبینم توی کار و همینطور توی خبری که بهتون میرسه، آسودگی خیالی که براتون اینجا ایجاد میشه من دارم براتون میبینم. بریم برای دوستان تیر ماهی با کارت‌های تاروت براشون کارت بکشیم ببینیم چه پیامی میتونیم برای این دوستان بگیریم، چه خبری به ما میدن با کارت تاروت، چه راهنمایی تو این مسئله میتونیم بگیریم تو این روزهای پیش رومون. دوستان دقیقاً الان همین چیزی که توی قهوه‌ام بهتون گفتم، ببینین کارتا رو، بیخوابی‌ها، دلنگرانی‌ها از اینکه داشتین یه کاری رو جلو می‌بردین، داشته پیش میرفته، خبرهایی که بهتون میرسیده ولی یهویی از حرکت ایستاده، بیخبری، یا اینکه نمیدونین مسیر بعدیتون چطوریه، یکمی اوضاع الان این چند روزه به هم ریخته ولی شما با حفظ روحیه و با اقدام درست به این مسیرتون ادامه میدین، تو این مسیر باز ثابت میمونین، حرکتتون رو ادامه میدین. سعی کنین تو این روزها بهتر بخوابید، استراحت بیشتری داشته باشین. شاید این وقفه‌ای که پیش اومده باعث بشه که شما حداقل یک کمی استراحت کنین و به خودتون زمان بدین تا مسیرتون و قدم‌های بعدیتون رو بهتر بشناسین. از طرفی دوستانی از یک مسئله براشون پشیمانی ضرری اگه ایجاد شده داره میگه که خودتون رو جمع جور کنین لطفاً دوستان، چون این ضرر و زیان باید برای شما یک تجربه باشه، نه به معنی شکست. شما باید اون جام‌هایی که هنوز تو دستتون مونده، چیزهایی که الان داری از اونها استفاده کنی و به مسیرتون ادامه بدین. راهی رو که پشت سرتون هست و جام‌هایی که پشت سرتون هست رو اونا رو حفظ کنید و با هم اونا راه بعدیتون رو ادامه بدید. مطمئن باشید بعد این مهر ماه و توی نیمه دوم سال میتونم بگم که زمانی که داره براتون نشون بهبودی اوضاع رو داره نشون میده. من یک کارت دیگه هم باز میکشم برای اطمینان خاطر و ببینیم دقیقاً شما با حفظ آرامش، با
اطمینان به مسیری که داریم میریم، به راهتون همینطور ادامه بدیم، مطمئن باشین توی انتظارات امیدبخش به سمتتون میاد، کارها بهبودی اوضاع رو نوید داره میده و حل شدن مسائل، به خصوص بهبودی اوضاع مالی رو داره نشون میده و اینکه رو به راه شدن رو داره نشون میده. ممکنه تدریجی باشه ولی به هر حال داره حرکت هست، رو به جلو رفتن هست، اینکه شما تو اونجا نمیمونی، همینطور پیشرفت دارین، نگران نباشین و مراقب سلامتیتون هم باشین. دوستانی که الان توی شرایط درمانی خاصی هستن، احتیاج داره که مراقبتی از خودشون بکنن و دوره درمانی دارن، لطفاً دقت کنین این دوره درمان رو کامل انجام بدین. اگر لازمه چکاپی لازمه انجام بشه توی این روزها، حتما اون چکاپ ها رو انجام بدین تا بهبودی پیدا بشه براتون. و دیگه اینکه تو این روزها تو مسائل عاطفی سعی کنین آرامشتون رو حفظ کنین و اگر مسائلی پیش اومد، اگر چیزهایی پیش اومد که باب میلتون نیست، فعلا خوددار باشین، با صبر کردن بذارین زمان خودش راه حل رو به شما نشون میده. راه حل توی مسیر با صبوری کردن، با آرامش میتونه بهتون نشون بده که چه برنامه‌ای رو بعداً بایستی انجام بدین، چه راه حلی بهتره توی این مسئله که بایستی انجام بدین. این بود برای دوستان تیر ماهی، امیدوارم که بهترینا براشون رقم بخوره. خب میریم سراغ دوستان آبان ماهی، بریم چه خبره. دوستان آبان ماهی تو این روزها توی حالا اطرافتون یا محیط کارتون هر جا که هستین مراقب باشین، وارد بحث نشین، آرامشتون رو حفظ کنین و همینطور به خاطر این به هم ریختگی اعصاب، ممکنه اختلاف نظرهایی که پیش میاد، بحثایی که پیش میاد، ممکنه دچار خسارتی بشین. خسارتی که میگم نه اینکه مثلا حالا خیلی ترسناکه، نه، ممکنه مثلا چیزی رو جا بذارین، وسیله که خیلی مهم باشه جا بذارین و همین شما رو تو دردسر بندازه و از طرف مراقب باشین که چیزی ازتون دزدیده نشه تو این روزها. کلیدی به دستتون میرسه که این کلید شانس، از این کلید شانس حداکثر استفاده رو تو این روزها بکنین. قلبتون گرفته، نمیدونین باید چیکار کنین، ولی ته دلتون روشنه و این خودش یک خبر خیلی خوبیه. شما با همین این روشنایی که دارین میبینین تو دل تاریکی، پس بهتره که به سمت همون نور، به سمت بهتر شدن، به سمت حفظ آرامش جلو بریم و مطمئن باشین که همه چیز بر وفق مراد شما خواهد شد. عدد 10 میبینم، ممکنه مثلا 10 ساعت دیگه، 10 وقت دیگه، 10 هفته دیگه، حالا هرچی از روی عدد 10 تونه 10 افتاده، این عدد میتونه عدد شانس شما تو این روزها باشه که باعث گشایشه. این عدد خیلی نزدیک اون کلید هست و این کلید حالا شاید همون زمان به دست آوردن این کلید باشه یا باز شدن مشکل مثلا تو اون ساعت، تو اون روز بهتون نشون بده که و این خودش نشون میده شما اون لحظه واقعا دقیق باشه، اون لحظه سریع از این شانسی که به دست اومده استفاده کنید و تعلل نکنید لطفا. احتمالا لازمه که با 2-3 نفری که نزدیک بهتون هستن، ممکنه مثلا از همکارانتون نزدیکتون تو اون شغلتون باشن یا خانوادهتون که حالا از نزدیکانتون، لازمه این کار که صحبتی بشه، جلسه گفته بشه یا توی دوره همی با هم دیگه لازم بشه صحبتایی بکنین که سنگاتون اصلا وا بکنه. انگار که لازمه این صحبت‌ها گفته شه، به حد و حدود هر کسی مشخص شه، یا اگر دلخوری‌هایی بوده، ناراحتی بوده یا یک چیزایی بوده که هنوز سر جاش مونده بوده و حل نشده بوده، این باعث شه که حل بشه با این صحبت و گفتگو و حفظ آرامش. لطفاً دوستانی که تو اسمشون سین هست، یه هست، هم تو اسم هم فامیلی، میتونم بگم که شمعی براشون روشن میشه. حالا یا خودشون یه شمعی رو روشن میکنن مثل برآورده شدن نظری که باید ادا کنم، مثلا قبلا نظری کردن، یا اینکه توی شرایطی هستن که دلشون میخواد نظری داشته باشن تا با برآورده شدن اون نظرشون اون شمع رو روشن کنن یا اون حاجت برآورده شد، مثلا اون کاری رو که مد نظرشون انجام بدن که این خبر خوب دارم بهتون میدم که گشایش هست و برکت. حتما این کار رو انجام بدین. اگر لازمه که نظری بکنین حتما این کار رو انجام بدین. صدقه بدین، خیلی خوبه که اون ضرر خسارت از کنار گوشتون رد بشه، کمتر اذیت بشین. فعلا این روزهاییه که شما دوستان باید خیلی خوددار باشین و آرامشتون رو حفظ کنین. کلا آبان ماهی‌ها دوستانی هستن که ظاهرشون خوب نگه می‌دارن، آرامششون رو تو ظاهر خیلی خوب حفظ می‌کنن، ولی در درون یه قوقای دیگه‌ایه که لطفاً اون درون رو هم آروم کنین تا یهویی بروز ندین که باعث تعجب خیلی‌ها بشین. همین خوددار باشین، چون با اینکه حق با شما هست ولی
دیگران سوء تعبیر میکنن و باز شما به اون مقصود خودتون نمیرسین، یعنی به حق خودتون نمیرسین با اینکه شما مثلا حق دارید. خب بریم سراغ کارت ها برای دوستان آبان ماهی، ببینیم برای دوستان با کارت های تاروت چه پیامی چه راهنمایی هست. دقیقاً دوستان تو کارتاتون گفتم مراقب باشین تو این روزها، با دقت جلو برین، نگران روی مسائل رو اطرافتون، روی چیزایی که ممکنه مثلا مشکوک باشه دقت کنین. روی الان کمی احساس ناراحتی میکنین، احساس میکنین که اونطور باید شاید اون چیزی که حقتونه به زندگیتون وارد نشده، یا به نوعی احساس میکنین خسارت وارد شده بهتون، احساس میکنین که مثلا شکست خوردین، که اینا همه پوچه، اشتباه دارین این فکر میکنین. و هر حال این درسایی که شما رو برای بهتر شدن، مقاوم شدن توی مسیر زندگیتون داره لازم هست. و از طرفی ممکنه دوستانی که تو این شرایط یک گرفتگی‌های قانونی دارن یا منتظر خبری هستن از یک مسئله اداری قانونی، اینو داره نشون میده اینکه این خبر میرسه. ولی بذاریم یک کارت دیگه بکشم ببینیم که نتیجه این خبر چی هست. این به شرایط که براشون نگران هستن به چی تبدیل میشه، ببینیم چه خبره. حرکت افتاده، کارتو ببینید، حرکت افتاده، خبر افتاده براتون و بهبود اوضاع دارن براتون نشون میدن که این خیلی خوبه. اگر تغییر جابجایی برای دوستان هست، این تغییر جابجایی داره براشون انجام میشه و اگر لازمه که این تغییر جابجایی رو بکنین که این کارو انجام بدین، چون مطمئن باشین که به صلاحتون. انگار که با این تغییر جابجایی، حالا تو شغل یا تو محل زندگیتونه یا حتی یه کار کوچیک تو دکوراسیون خونه است، هر چی که هست، آرامش رو به زندگیتون میاره، فکرای خوب، ایده های خوب تو زندگیتون میاره. اگر دوستان الان در شرایطی هستن که تنها یا اینکه احساس میکنن که تو مسائل عاطفیشون زیاد مسائل عاطفی زیاد هنوز باب میلشون نیست، بهبود اینجا داره نشون میده، حرکت رو داره نشون میده، ولی بایستی کمی خوددار باشن. همون چیزی که گفتم، آرامشتون رو دقیقاً، حالا همونطور که ظاهرتون آرامشتون رو حفظ میکنین، تو ظاهرتون نشون میده، درونتون هم همین کارو بکنین. صبر کنین تو اوضاع بر وفق مرادتون بشه. این فصل این ماه تغییرات زیادی هست، ولی میتونم مطمئنم بهتون بگم که از فصل که خودتون هستین، از آبان ماه تا آذر ماه، شرایط رو به بهبود میره برای شما دوستان آبان ماهی. براتون بهترین رو آرزو میکنم. بریم سراغ اسفند ماهی‌ها. خب سلام به دوستان اسفند ماهی عزیزم. بریم ببینیم برای این دوستان چه خبره. واقعا میتونم بگم تو این سری، واقعا اولش هم گفتم برای عنصر آبیا روزهای آرامش بخشه. اگه مثلا از روزهای قبل خیلی تلاطم داشته، خیلی به هم ریختگی داشته، الان دیگه معلومه چی میخواین. الان شرایط مشخص شده براتون. حالا هر طرف که هست الان دیگه میدونید برنامه چیه و این همین مشخص شدن برنامه یک کمی انگار که باعث شده آرامش بیشتری بگیریم. مشخص شدن مسیرتون، قدم‌های بعدی و پلن‌های بعدیتون حالا بهتون آرامش داده. حالا تکلیفتون رو میدونید که باید چطوری پیش برید. این خیلی خوبه. و از طرف دیگه این که برنامه‌هایی می‌بینم، دور همیایی می‌بینم، انگار که مثلا مهمانی‌هایی گرفته بشه که خیلی خوبه، شادی هست، دور همیای قشنگی هست، حالا به مناسبت‌های مختلفی که هست دارم می‌بینم. عددهای 11 4 میتونم بگم که یا عددهای شانستون میتونه باشه، یا اینکه اگر شماره‌هایی که توشون این اعداد هست 11 4 و 0، میتونم بگم این اعداد، حالا تو شماره تلفن کسی هست، حالا تو هر چیز، این میتونه یک شانس و برگ برنده برای این دوستان اسفند ماهی باشه. دوستانی که تو اسمشون میم هست، کوچیک یک سری مال‌های دستتون میرسه، پول‌های دستتون میرسه، یا اینکه اگر دلتون می‌خواسته که مثلا چیزی رو بخریم ولی به صورت اقساطتون رو پرداخت کنیم، به دستتون میرسه. اگر وامی رو می‌خواستین، این پولی رو که مثلا تقاضا کرده بودین، منتظرش بودین، این به دستتون میرسه، در 2-3 بعده کامل میشه، به دستتون میرسه. به ثمر رسیدن یک هدف، یک چیزی رو که منتظر بودیم به ثمر برسه، یک مسئله‌ای بوده که از 1-2 فصل قبل شما رو درگیر کرده بوده و جالب اینه که همه از اون سهم میبرن، همه تو شریک مسئله هستن، داره بهبودی رو تو این مسئله نشون میده. به ثمر رسیدن یک کاری قرارداد بهشون نشون میده. حالا حتی میتونه به معنی به ثمر رسیدن یک رابطه دوستانه و عمیقی که ممکنه دوستانی که الان در حال حاضر هستن داره نشون میده.
از شروع آبان هم میتونم بهتون بگم که شروع خوششانسی های شماست و شروع حرکت شما. از الان حسابی استراحتاتون رو بکنین، هر طور که میتونین انرژی ذخیره کنین، چون که از آبان ماه به بعد شروع فعالیت های زیاد شما رو داره نشون میده و این خودش مستلزم اینه که شما با روحیه خیلی قوی داشته باشین، خیلی پرقدرت این روزهای پرتلاطم که پیش روتون هست و پر از فعالیت و پیشرفته رو با جون و دل و با قدرت انجام بدین، با قدرت مسیر رو جلو بریم. این بود برای دوستان اسفند ماهی. بریم براشون کارتای تاروت ببینیم چی بکشیم کارتای تاروت رو ببینیم چه پیامی داره، چه خبری برای این دوستان هست و به ما چی میتونم بگم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. کارتا رو ببینید. برای دوستان اسفند ماهی بهبودی اوضاع رو دارم میبینم. اگر قبلا گرفتگیریایی بوده، ناراحتیایی بوده، بحثای دلشکسته‌ای بوده، داره همسو شدن اون مشکلات، این ایستادگی که تو مسیر کردین رو داره نشون میده که همسو داره میشه این مسیر با شما. و اگر سهم می‌خواستین بهتون برسه، این سهم و اینو بهتون میرسه. اگر تغییر جابجایی رو می‌خواستین، تغییر جابجایی هست. خرید ملک یا فروش ملک حتی میتونه باشه. اگر دوستان دوره درمانی رو دارن این روزها میگذرونن که میتونه به معنی درمان باشه، با تداوم اون دوره درمان، با معالجه و با پیگیریش میتونم بگم براشون بهبودی اوضاع رو دارم میبینم، بهبودی سلامتی رو میبینم. حتی سودی از یک ملک دارم بهتون، یک اتفاق خوب. اگر دوستان قصد مهمانی دارن، گفتم بهتون دور همیای مهمانیای خبرهایی هست، این روزا داره براتون اینو داره نشون میده، خبرهایی از دور همی بودن و مهمانی گرفتن و مراسم‌های خاص که حتما شرکت کنیم و حسابی لذتشو ببرین و استراحت بکنین، کیفشو ببرین. خب این بود برای دوستان اسفند ماهی عزیز تا جمعه بعد. خب حالا نوبتم که باشه نوبت عنصر آتش هست برای متولد ماهای فروردین، مرداد، آذر. ببینیم برای این دوستان چه پیامی، چه خبری میتونیم از قهوه و تاروت بگیریم براشون. خب نیت میکنم برای دوستان فروردین ماهی، مرداد و آذر شما ببینید به ترتیب فروردین، مرداد، آذر. سلام علیکم. خب بریم برای دوستان فروردین ماهی ببینیم با قهوه چه خبر هست، ببینیم چه پیامی براشون داره. اولا یک گردنبند میبینم، یک گردنبند خیلی قشنگی افتاده، ولی انگار که این گردنبند رو انگار که چندین نفر خواهانش هستن. حالا میتونه این به این معنی باشه که شما یک مسئله کاری و مالی هست که تو اون کاری و مالی که خیلی هم به چشم میاد، خیلی خواهان داره که اونا هم وارد بشن تو این کار، سهم داشته باشن یا این کار از شما بقاپن. این میتونه معنی بشه. میدونه به معنی حالا تو عاطفی حساب کنیم، ممکنه شما تو الان با یک کیسی هستین، ارتباط عاطفی خیلی قشنگی رو ایجاد کردین، ولی این کیس عاطفی رو خیلی خواهان داره، انگار که از همه طرف میخوان اینو بقاپن، یه همچین چیزیه. و در کل اینو دارم توصیه میکنم خیلی مراقب باشین. اگر حالا تو مسئله کاری هست، تو مسئله این حد و حدودا رو مشخص کنین توی اون کار و تکلیف اون اشخاصی رو که فکر میکنن سهمی باید داشته باشن یا میتونن اونجا جایگاه مال اونا باشه نه مال شما، اونو حد و حدودشون رو مشخص کنین. از طرفی اگر رو کیسی هست روی مسئله عاطفی، اون شما میگه که شما باید حد و حدود خودتون رو مشخص کنین، هر کسی رو وارد زندگیتون نکنین، از مسائلتون هر کسی متوجه چیز نباید بدونه، دلیل نداره همه جا جار بزنین این کیس منه، این من با این شخص ارتباط دارم، یا تو چش همه بگه مثلا من این کارو دارم انجام میدم، لازم نیست که کسی بدونه. یا اینکه مشخص کنید به اون اشخاص یا اون اشخاصی رو که حس میکنین که دارن اون حریم خصوصی شما رو دارن به هم میزنن، با رفتارتون، با مشخص کردن و صحبت، حالا اگه لازمه، یا اخطار دادن، اونها رو از حریم خصوصی خودتون دور کنید. اینم از این. اسب براتون افتاده. حالا این اسب میتونه به معنی این باشه که شما منتظر خبری هستین، حرکتی از یک مسئله که توش دارین فعالیت میکنین هستین، یا حرکت و جابجایی که دلتون میخواد تو هر مسئله که باشه الان درگیر هستین. میتونه شغلتون باشه، میتونه خونه‌تون باشه، حتی شهر و کشورتون باشه. اینو داره نشون میده که شما دارین میخواین انجام بدین، داره بحثاش انجام میشه، حرکت افتاده. ولی
این حرکت باز دوباره انگار که احتیاج داره به رأی و نظر چندین نفر دیگه، انگار باید چند نفر دیگه همسو باشن توی مسئله تا این اسب حرکت کنه و بتونه این کاروان پشت سرش، این کالسکه و اون باری که پشت سرش رو به حرکت بندازه، به جلو ببره. از شروع آبان ماه هم من میتونم برای شما ببینم که این گرفتگیری که الان در حال حاضر باش هستین رو به حل شدن هست، رو به جلو رفتن هست و داره بهتون نشون میده، باز شدن مسائل براتون داره نشون میده، سبکتر شدن اوضاعی که الان توش خیلی مشغولین، خیلی شلوغی دور و براتون هست، داره بهتون نشون میده که این اتفاق میفته. امضا دارین، امضای سند، امضای چیزی رو که لازمه امضا براش پاش تعهدی بشه، امضای داده بشه، ولی تو این تعهد و امضا لطفاً اون کاغذی رو که دارین امضا میکنین یا اون تعهدی رو که دارین انجام میدین کاملا مفادی که توش اومده، قوانینی که توش اومده رو قشنگ بخونین بعد امضا کنین. دقت داشته باشین تو این امضا تا همه چیز به نفع شما بشه. این خیلی مهمه. خب بریم سراغ کارت‌های تاروت، ببینیم برای این دوستان پرمشغله فروردین ماهیمون چه خبرهایی هست توی روزها. با کارت‌های تاروت میتونیم براشون ببینیم. کارتایی که برای شما اومده این هست. گفتم شما الان توی یک شرایطی هستین که انگار لازمه که شمشیر رو از رو بکشین، یعنی انگار که لازمه به هر کسی حد و حدود خودشون نشون بدین. تو اون قشنگ بهتون تو قهوه هم گفته بودم که تاخیر افتاده، صبر افتاده، شاید این صبر تاخیر لازمه، شاید این باعث بشه که شما بهتر بتونید تشخیص بدین چه کار باید بکنید. و از طرف اگر دوستان منتظر رأی کسی هستن، خبر قانونی، مسئله قانونی هستن، فعلا این روزهای اخیر جلوشون این اخبار ممکنه به دستشون نرسه یا اونطور نباشه که شما رو راضی کنه. اگر به همچنین دوستان توی این روزا مراقب سلامتیشون خیلی باشن. این روزاییه که باید حالا اگه لازمه چکاپی داده بشه، اگر لازمه که مراقب داروهایی میخورن که لازمه این داروها رو با دقت بخورن، فراموش نکنن، این کارو دقت کنن برای نسبت به سلامتیشون. و من کارتای دیگه میکشم چون کارت اصلی از کارت تاروت اینجا اومده. این ماهی بوده که خیلی شما مشغله داشتید، انگار که این ماه بهتون گفتم اون گردنبنده که انگار که چندین نفر میخوان ازش سهم ببرن، بکنن ازتون. اینو لطفا دقت کنین که باعث داستان نشه و از طرفی دقیق جلو روی شما جلوی این مسائل، این ضررها رو بگیرین تا به همه چیز به نفع شما بشه، یا اینکه مشخص کنین کجای کار هستین، چی میخوان. شاید لازم باشه که از مسند قدرت برین. و از طرف اگه کسانی که گفتم روی مسئله قانونی منتظر بودن جوابی بهشون داده بشه، این جواب میاد، ولی فعلا انگار که این جوابیه که باز لازمه روی اون کار مسئله باز دوباره ادامه دار بشه. انگار که لازمه که مثلا یک مرحله دیگه یا چندین مرحله دیگه رو توی این مسئله قانونی جلو بره و براش انجام بشه. اینو داره نشون میده. و همچنین اگر دوستان گفتم به سلامتیشون خیلی مراقب باشن، چون این مسئله خیلی مهمه و چکاپ هایی که لازمه یا داروهایی که لازمه با دقت اونا رو ادامه بدن، دور درمانی داشتن که باید اونا ادامه بدن، اونا انجام بدن. لطفا پشت گوش نندازن. آرامشتون رو حفظ کنین دوستان، خیلی آرامشتون رو حفظ کنین و سعی کنین با اقتدار جلو برین. خودتون اول ببینین چی میخواین و وقتی فهمیدین که چی خواستین قلباً، چه چیز از اون چیزایی که میخوام مطمئن شدین، مطمئن باشین که همه چیز به سمت و سوی شما کشیده میشه، همه چیز با شما هماهنگ میشه. شما مطمئن نشین که چی میخواد، چه برنامه‌ای داری، این تأخیرها میفته تو این کارهایی که شما هست الان درش مشغولی، مسائلی که توش براتون الان درگیرتون کرده. لازمش اینه که شما بدونین چی میخواین. لازمش اینه که شما این راهنمایی که تاروت داره میکنه، چه هدفی دارین، چه برنامه‌ای دارین و دقیق رو اون هدفتون برنامه‌ریزی کنین و جلو برین. اول ببینید خودتون چی میخواین. این از تاروت و قهوه برای دوستان فروردین ماهی. الهی که بهترین رو براتون اتفاق بیفته. خب بریم سراغ مرداد ماهی عزیزم. بریم ببینیم برای این دوستان چه خبره. این روزها ممکنه اونطور که باید شاید احساس رضایت نداشته باشه، احساس کنین که اون هیچ چیز بر وفق مرادتون نیست، از کاری که دارین انجام میدین نگرانی که آیا این کارهایی که دارم انجام میدم تو مسیر درست هستن یا به نفعم هست یا اصلا درست چیزی آیدتون میشه یا به اون مقصد و هدفی که میخواین میرسین. داره نشون میده که اصلا گفتم بیخبری خوش خبریه، ولی نگران نباش. اونطور نیست که مثلا هیچی نشه. روشنایی تو مسیرتون هست. رو به راه شدن اوضاع رو دارم میبینم، عدد دور دارم میبینم، 2 نزدیک، 2 بعده، یا میتونه مثلا
از شروع آبان ماه باشه که برای شما افتاده و همچنین ادامه دار شدن کارهایی که از قبل شروع کرده بودین، کارهایی که از چند فصل قبل شروع کردین، از چند ماه قبل شروع کردین، داره میشه این ادامه دار میشه. نگران نباشین. مسیرش روشنه، مسیر محکمیه، مسیر قابل پیش بینیه و همچنین از لحاظ مالی میتونم بهتون بگم که این روزها یه مقداری ممکنه راضی نباشین از نظر مالی، ولی روزهای پیش رو خبر از رو به راه شدن بهبود اوضاع مالی رو دارم میبینم. همچنین دست دادن و توافقهای قراردادی رو دارم میبینم. انگار که مثلا تو کاریتون، مسئله که شما فعالیت داشتین، براش تلاش داشتین میکردین، آدمایی وارد شن توی مسیرتون یا کسان یا کارهایی به سمت شما وارد بشه و توافقها و قراردادهای صورت بگیره که این خیلی خوبه، خیلی خوشخبریه. آمین. برای دوستان مرداد ماهی، دوستانی که الان تنها هستن، من میتونم بهتون بگم که یا اگر کیسی کراشی دارین یا دلتون میخواد که از تنهایی در بیان، این اتفاق داره میفته. وارد شدن شخصی رو دارم میبینم که خیلی برابر با خودتونه. حالا شاید هم عنصر همدیگه باشین، ولی هرچی هست انگار که مثل جفت روحی میمونه، انگار که برابر هم هست، انگار که همدیگه رو پوشش میدین تو و یک شخصیه که داره میاد حامی خیلی قوی هست. آمین برای این دوستان. اگر الان ارتباطی دارین، این ارتباط ثابت‌تر میشه، محکم‌تر میشه و بهبودی این ارتباط و ثابت موندن این ارتباط رو دارم برای این دوستان میبینم. آمین. اسامی مثل سین، میم یا ر، حتی یه دو نقطه حتی تو این که میتونم تو اسمش یا هم تو فامی این اسامی که این حروف رو دارن، چون چند تکن، یعنی این کار که چندین نفر هستن، شما روی مسئله کاری مالیتون این اشخاص میتونن حامی خیلی خوبی باشن و تو این راه به شما کمک کنن یا با شما همسو بشن، روی پیشنهاداتتون، روی اون کاری که دارین انجام میدین همسو باهاتون بشن. این بود از قهوه برای دوستان مرداد ماهی. بریم سراغ کارتای تاروت، ببینیم برای این دوستان چه پیامی، چه خبری میتونیم از کارتای تاروت برای این دوستان مرداد ماهی بگیرم. ببینیم چه خبره. خب کارتا فوق العاده قشنگه، کارتا عالیه. گفتم بهتون از اون همه ایستادگی که کردین، ببخشید افتاد، از اون همه ایستادگی کردین، کارتا رو قشنگ ببینید، توی مسیرتون ثابت قدم موندین و اطمینان داشتین به خودتون، به کارهایی که دارین انجام میدین که درسته. این مطمئن باشین که اون نتیجه رو خواهین گرفت. از قراردادهایی براتون داره خبر میده، از توافقاتی که میتونه توی کار باشه، رو مسائل مالی باشه داره بر شما خبر میده. از داره میتونه حتی اگر دوستان قصد نیت ازدواج دارن، قصد اینو دارن که مسائل عاطفیشون رو یک ثبات بهتری بدن، یک ارتباط محکمتری رو ایجاد کنن، داره نشون میده. اگر دوستان میخوان تشکیل خانواده بدن یا تصمیم به بزرگتر کردن خانواده‌شون رو بدن، مثل آوردن بچه، اینم باز داره خبر میده، نشون میده. اگر میخوان بهبودی روی اوضاع مالی و مادی زندگیشون داشته باشن، تو خانواده خودشون داشته باشن، باز هم داره نشون میده. برای این دوستان قشنگ کارتو ببینید و اینکه بعد این همه تلاش بالاخره شما به اون آرامشی که میخواید از لحاظ مالی و مادی به سمتتون میاد. حتی برای دوستان گفتم منتظر یک جفت روحی باشین، داره اینو نوید میده که این دوستان این روزا که تنها هستن، کسی رو در زندگیشون ندارن، خبر از این داره که داره شخصی میاد به زندگیشون وارد میشه که میتونه اونا رو تو این شرایط، تو این لحظات حمایت کنه و در کنار هم تشکیل خانواده بدن و یا یک رابطه عاطفی قشنگی رو داشته باشن. آمین. بهترین رو برای دوستان مرداد ماهی عزیزم میشه که هر چی که خیره برای شما اتفاق بیفته. بریم سراغ آذر ماهی عزیزم. آذر ماهی ها، یک عذرخواهی بابت اولین ویدیو باید از شما بکنم. من متاسفانه یادم رفته تو اون ویدیو برای شما کارتای تاروت بکشم و از این پس دیگه حواسم هست برای همه ماها با دقت این کار انجام بدم و بهانه است که بگم که خب 12 ماهه و من خیلی حجم کار سنگینه توی یک لحظه، توی یک روز با اون ویدیو گرفتم، ولی خب درست نیست. امیدوارم که عذر منو بپذیریم و خب بریم سراغ قهوه برای این دوستان آذر ماهی. دوستان آذر ماهی، یک ماهی بزرگی افتاده که شما از خیلی وقت منتظرش بودین این ماهی رو مثلا مثل یک ماهیگیر حرفه‌ای اینو به دام بگیرین، اینو به تور بکشین. نشون داره میده آخر سر قلاب شما به تور شما میافتن و میگیرین، ولی
توی نگه داشتن این ماهی به این بزرگی و قطوری یه کمی دقت کنین. شما به تنهایی نمیتونین ماهی رو نگه دارین، پس لازمش اینه که یا دانشتون رو ببرین بالا برای نگه داشتن اون مال بزرگ، یا اینکه از اشخاصی کمک بگیرین تو این مسئله، از اشخاصی که قابل اعتماد هستن تو این راه میتونن تو نگه داشتن این مال و بیشتر کردن و بزرگتر کردن این کار و مال به شما کمک کنن بهره بگیرین. و البته توصیه‌ای هم که داره هر کسی رو وارد این کار نکنین، کسانی که گفتم قابل اعتماد هستن. این روزها روزهای پرمشغله‌ای برای شما دوستان آذرماهی. مراقب باشین که این مشغله ها، این برنامه‌هایی که پری که توی این روزها تو زندگیتون تو مسیرتون هست باعث حواس پرتی براتون نشه، چون این حواس پرتی ممکنه باعث یک خسارت برای شما بشه. ممکنه یک جا کار مهم رو باعث انجام میدادین یا اعتماد کسی رو باعث جلب میکردین، با این حواس پرتی، با این اشتباه در زمان بندی اون اعتماد و اعتبارتون یه مقدار خدشه دار بشه که این خوب نیست برای شما، برای وجهه شما، برای اعتماد شما خوب نیست. دوستانی که من حالا توی این قهوه دارم چیزی رو که میبینم توی اسمشون میم هست، عین هست، حالا آیا انگلیسی هست توی اسمش یا توی هر تا فامیلش، و همچنین هی جیمی میبینم. این اشخاص اگر دوستان برای یک مسئله عاطفیشون وایسادن، سفت و سخت وایسادن و دلشون میخواد این مسئله عاطفی نتیجه بگیره یا اون جواب مثبت رو بگیرن، این جواب مثبت افتاده، ولی لازمش اینه که شما دوستان یکمی روی خودتون کار کنین، روی اون حد و حدوداتون یا اون صحبتایی که لازمه تا بهتر اون طرف مقابلتون از شما شناخت پیدا کنه، شما رو بهتر بشناسه، رو انگار که لازمه که اینجا نشون بدین، کار کنین روی این مسئله تا اون اعتماد رو جلب کنین. گفتم شاید اون حواس پرتایی که گفتم سرتون شلوغه، باعث این حواس پرت، مراقبه حواس پرتیاتون بشه، اینجاست نشون میده که یا یه کاری نکنین که این شلوغی ها، این برنامه پر شما باعث بشه که این دلازردگی ایجاد بشه یا زمانی رو از دست بدین یا نتونه اون اعتماد رو جلب کنی رو اون مسئله که میخواین، مسئله مهمی که لازم حالت کاری یا مسئله عاطفیه. ولی اینجا من بیشتر رو مسئله عاطفی دارم میبینم، انگار که باید وقتی رو برای کسی در نظر میگیرین مثلا، ولی به خاطر شلوغی مشغله یا یادتون میره، حواستون پرت میشه که مثلا فلان ساعت با فلان شخص مثلا یک برنامه مهمی رو داره و همین این باعث دلخوری میشه. این خیلی دقت کنید، مراقب باشید. این روزها دوستان آذرماهی خیلی دقت روی مسائلشون داشته باشن، روی افکارشون، روی کارهایی که دارن انجام میدن تا اوضاع به نفعشون انجام بشه، بره جلو. و سراغ کارت‌های تاروت ببینیم برای این دوستان آذرماهی چه پیامی چه خبری هست. خب دقیقاً گفتم دیدار و ملاقات، مراقب باشین. این جریاناتی که شلوغی‌هایی که هست پشت سرتون رو دارین، بازم بهتون میگه مراقب این شرایط باشین، خوب مدیریت کنین، باعث نشه که یوهی راهتون رو چیز کنین، از دست بدین یا اون زمان مناسب از دست بدین. با دقت جلو برین، روی خودتون خیلی کار کنین. و از طرف این که دوستان اگر منتظر جوابی هستن برای یک جابجایی، این تغییر جابجایی رو براشون میبینم. اگر دوستان لازمه که حرکتی داشته باشن، مثل یک مسافرت، مثل یک راهی رو باید برن و برگردن، باز داره نشون میده اینجا. دوستان خیلی مراقب باشین به خاطر مشغله‌های زیادتون توی مسائل عاطفیتون خدشه ایجاد نکنه، مشکلات ایجاد نکنه. توی روزا انگار که مثلا لازمه یه سری مراسم و مناسبت‌های خاص هست تو مسائل عاطفیتون، این مناسبت‌ها، این مسائل رو فراموش نکنین که باعث دردسر براتون نشه، ناراحتی براتون ایجاد نکنه، دلخوری ایجاد نشه. و اگر دوستان توی این روزا احتیاج به حمایت کسی رو دارن، احتیاج دارن که دستی از دستشون گرفته بشه، این باز داره نشون میده که از صمیمی‌ترین دوستان که بهشون نزدیک هستن، اشخاصی که بهشون نزدیک هستن، این حمایت رو دریافت خواهند کرد. این داره نشون میده که توی این مسیری که دارین جلو میرین، ببینید اینجا دارین مسیر رو رد میکنین و اینجا داره نشون میده چراغ دستتونه و این خوبه، این خیلی عالیه. این داره نشون میده که شما توی این مسیری که دارین میرین به خودشناسی خیلی خوبی به خودتون میرسین، دانشتون بالاتر میره، بهتر اوضاع رو میسنجین، بهتر عمل میکنین توی کارهاتون و این خیلی خوبه. پس این کار رو انجام بدین. چون کارت کبیر اومده، من یه کارت دیگه هم بکشم.
عدالت صورت میگیره براتون اینجا افتاده. اگر لازمه که روی یک مسئله و حتی میتونم بگم که اگر توی ارتباطی هستین دلتون میخواد ارتباط به یک ثبات بهتری برسه، به یک رسمیت قشنگی برسه، این میتونه اتفاق برای شما بیفته، میتونه برای شما انجام بشه. اما باز بهتون گفتم لازمش اینه که روی خودتون خیلی کار کنید، روی شناختتون، روی دانشتون، روی اهدافتون خوب کار کنید و بهتر تصمیم بگیرید. باز اینجا یه کارت دیگه هم من بکشم. دقیقاً باز همین افتاده، این که بعد شما تو این به پختگی عالی تو این مسیر برسید، یا اینکه تو این مسیر از حمایت آدم‌هایی که میتونن از دانششون شما استفاده کنین برای بهبود اوضاع کاری و عاطفیتون. اگر لازمه مشاوره گرفتن، اگر لازمه که با شخصی که میتونه بگم که میتونه برای شما یه الگوی خیلی خوبی باشه و آدم قابل اعتمادی میتونه استفاده کنه. حتی تو اونجا که گفتم یه بحث مسئله مالی و مادی هست و ماهیه هست، میتونه با جمع کردن آدم‌هایی که بهشون اطمینان داری و به شما ثابت کردن آدم قابل اعتمادی هستن، توی این راه، توی اون گرفتن اون ماهی برای بهبود شرایط مالی و مادیتون کمک کنن و این خیلی عالی. این بود برای دوستان آذر ماهی. امیدوارم بهترین رو براتون رقم بخوره تا جمعه بعد. خب حالا بریم سراغ عنصر باد، متولد ماه‌های خرداد، مهر، بهمن. باز تولد مهرماهی عزیز رو تبریک میگم. دیگه این هفته باز هفته آخریه که برای شما دوستان هست. از هفته دیگه آبان شروع میشه و براتون باز به آرزوی بهترین ها رو دارم. بریم شروع کنیم برای این دوستان عنصر باد. ببینیم چه خبره. اول از همه با قهوه شروع میکنم. نیت میکنم برای این دوستان خرداد، مهر، بهمن. مشاهده کنید. خرداد، مهر، بهمن. خب بریم ببینیم برای این دوستان چه پیامی هست، چه خبری هست. شروع کنم برای دوستان خرداد ماهی عزیز. دوستان دید تصویر یه شخصی رو میبینم که چشمای خاصی رو داره، چشمای نه اونقدر درشت نه اونقدر، ولی یه چشمای خاصی انگار کشیده باشن یا نافذ باشن، این مدل خاصی این شکلی باشن، صورت کشیده داره، چونه خیلی تیزی داره این شخص و موهای نسبتا کوتاهی داره نشون میده که این شخص، حالا اگه خودتون هستین، اگر گرفتاریایی توی این روزها داشتین، اگر شلوغی رو برنامه داشتین داره حل میشه. اگر شما کسی یا میتونه به این معنی میتونه باشه که از این شخص شما یک تماس تلفنی مهمی رو دارین که خبرهای خوب هست، یک انگار مدت منتظر بودین که از این شخص مثلا پیامی بگیرین، خبری بگیرین، این داره نشون میده برای شما افتاده. انگار این شخص از خیلی وقت هم شما رو داشته زیر نظر میگرفته، داشته تمام برنامه شما رو اصلا، حالا شاید نه اینکه مثلا مثل جاسوسای اطراف باشه، ولی داشته مثلا از طریق سوشیال مدیاهای شما رو نگاه میکرده، تو اینترنت بوده مثلا برنامه‌های شما رو داشته نگاه میکرده و هر حال هرچی از خیلی وقت دلش می‌خواسته وارد این ارتباط بشه، صحبت بشه. این ارتباط و صحبت من بیشتر حالت عاطفی میبینم تا مسائل مالی و مادی کاری. شاید حالا مثلا تو مسئله با عنوان مثلا بهبود بخشیدن به مسئله کاری و مادی شما وارد بشه، ولی بیشتر نظرش روی مسئله عاطفی هست. یک ارتباط مد نظرشه، ارتباط عاطفی رو مد نظرشه. دوستانی که اگر روی یک مسئله ملکی مشکلی داشتن، این خبر از این داره بهتون میده که این مسئله حل میشه، گرفتگیراش حل میشه، یا اینکه شرایطی براتون پیش میاد که میتونن اون ملک رو بفروشن. اگه قصد فروش دارین، داره براتون این اتفاق میفته، میتونه این انجام بشه. اگر کسانی توی این مسئله مالی و مادی هم دخیل بودن یا شریک بودن یا سهمی یا حقی رو میخواستن، اونها با این مسئله همسو میشن و این مسئله ختم به خیر میشه. نگران نباشین. به هر حال حتی میتونه به معنی این باشه تغییر جابجایی ملکی رو برای شما میدن، تغییر جابجایی که میتونه به نفع شما باشه یا حتی میتونه به نفع کسایی که تو اون مسئله داخل هستن، تو اون مسئله ربط دارن، میتونه نشون میده که داره برای اونم نفت هست، توش نفت هست، برای اونها هم نفت داره تو این مسئله، این تغییر و جابجایی. دوستان مراقب سلامتیشون باشن، به خصوص رو مسئله چشمشون. اگر روی چشماشون مشکلی هست، لازمه که مثلا دکتر برن چکاپ بشن، انجام بدن. اگر کارهایی رو انجام بدن که خیلی با
چشم هست. اینو باز دوباره داره توصیه‌ای که داره براتون میکنه اینه که مراقب این چشمای عزیزتون باشین، با چکاپ کردن، دکتر رفتن، اینا رو مراقبت کنین دوستان از این چشمای نازنینتون. دوستان خبری بهتون میرسه، تو این خبر لطفاً داره توصیه که بهتون میکنه همه چیز اون خبر رو باور نکنین. یه کمی روی اون خبر مطالعه کنین، روی اون خبر تحقیق کنین. شاید اون چیزی که داره خودشون نشون میده نباشه همه اون مطلبی رو که میخواد داره به شما نشون میده یا اون چیزی رو که به شما گفته همش نباشه. اینو دقت کنین. سریع باور نکنین هر چیزی رو. خب این بود برای دوستان خرداد ماهی عزیز. بریم با کارتای تارو برای این دوستان بکشیم ببینیم چه خبره. ببینیم چه پیامی برامون دارن برای دوستان خرداد ماهی. دوستان گفتم بهتون خبری میخواد برسه، از یک مسئله مطلبی خبردار میشین. بذارین کارتا رو اول نشون بدم بهتون. کارتا رو ببینید. این داره خبری بهتون میرسه یا متوجه یک مسئله میشه، داره نگاه داره به شما میگه همه اون چیزی که بهتون میرسه، اون خبری که میرسه، اون چیزی رو که مثلا ممکنه ببینید همه رو باور نکنید. یه مقدار روش دقت کنید، یه مقدار تحقیق کنید، با تحقیق و دقت جلو بریم و هر چیزی که اونجا یا شنیدین یا دیدین رو باور نکنید. اینو مراقب باشیم و برملا شدن خیلی چیزا رو براتون داره حتی این خبر رو بهتون میده. کنار رفتن پرده‌های آشکار شدن رازهایی رو بهتون میده و آدم‌هایی رو که دارین و همینطور بهتون توصیه میکنه که توی حالا تو کارتون، روی زندگیتون، هر چی که هست با دقت آدم‌ها رو انتخاب کنید و از طرفی هم که صداقت رو تو زندگیتون شما هم داشته باشین. کار دیگه که نشون میده اگر این روزهایی که یه مقدار شرایط براتون نامشخصه، احساس میکنی چیزهایی پنهان از شما، همه چیز برای شما واضح نیست، داره صبوری رو به شما توصیه میکنه. چنین دوستانی که توی این مسیر زندگیشون تنها هستن و ارتباط عاطفی ندارن، داره نشون میده که شخصی تو زندگی شما میاد و این شخص قبلا انگار که از قبل شما رو زیر نظر داشته، همون چیزی که تو قبلا براتون گفتم، انگار که شما رو داشته نگاه میکرد، انگار که دلش می‌خواسته حالا به یک نحوی، به یک بهانه‌ای بیاد جلو و از شما حالا تقاضا کنه یا اینکه با شما ارتباط برقرار کنه، ولی به هر حال هست این بهانه رو پیدا میکنه و این شخص تو زندگی شما وارد میشه. ولی باز دقت کنیم و همچنین بهبود اوضاع رو براتون میبینم، درست شدن شرایطی که دلتون می‌خواسته، مدیریت شرایطی که دلتون می‌خواسته مثلا داشته باشین به بهترین نحو، به بهترین شکل داره براتون نشون میده که میتونید انجام بدید. مدیریت خیلی خوبی روی مسائل کاری و مالیتون داشته باشین. اگر از جایی می‌خواستین خبری بگیرین، از راهی گفتم بهتون تو قهوه‌تون اومده خبری از راه دور بهتون میرسه، این خبر خوب بهتون میاد، دستتون میرسه. مثلا اپلای کردین یا منتظر نتیجه جواب جایی رو هستین، هم داره بهتون نشون میده که به سمتتون میاد، خبر میرسه. و زمانی هم که براتون نشون میده از نیمه دوم ساله، ولی کاملتر شدن این راه و این مسیر رو و این جواب رو داره توی اوایل آذر ماه نشون میده. من یه کارت دیگه هم بکشم چون کارت کبیر اومده، دقیقاً جابجایی هست. دقیقاً توی آذر ماه میتونم بگم اوایل آذر یا اواخر آذر رو داره نشون میده، یعنی ماهی که عنصر آتش توش هست داره نشون میده. یا زمان بندی که باز داره نشون میده ممکنه مثلا تا پایان این سال باشه و شروع سال جدید که از فروردین ماه هست. اینو داره برای شما نشون میده. در هر حال هرچی هست که خیلی خوبه. حرکت، جابجایی، تغییرات، پیدا کردن یک حس عاطفی قشنگه و برملا شدن رازهایی و البته چیزی رو که میشنوین یا حتی میبینین با دقت کنید روش. چون میگن که از قدیم گفتن چیزی رو که میشنوی اصلا باور نکن و چیزی رو که میبینی فقط نصفشو باور کن، همه‌شو باور نکن. پس روی این مسئله دقت داشته باشید. خب این بود برای دوستان خرداد ماه عزیز. براتون بهترین رو آرزو میکنم. باشه نوبت مهمانی عزیز، بازم تولدتون مبارک. دیگه این هفته‌های آخری که برای شما دوستان مهمانی عزیز، کم کم دیگه باید تاج سلطنتتون رو بدین دست آبان ماهی و نوبت هم باشه نوبت آبان ماهی عزیز. به هر حال بازم تولدتون مبارک و براتون بهترین رو آرزو میکنم. بریم سراغ قهوه‌تون ببینیم چه خبره. تو قهوه شما یک گردنبند افتاده، انگار که این گردنبند خیلی گردنبند قشنگیه، ولی یه طرف یه شخص افتاده، یه طرف یه شخص دیگه و انگار که این بایستی خودتون انتخاب کنید که با این گردنبند رو یا شما به چه کسی باید بدین، چه کسی رو انتخاب کنید به این گردنبند رو بدین، رو مسئله حالا عاطفی، کاری، هر چی که هست، یا اینکه توی یک مسئله حالا عاطفی خیلی بیشتر حالا نشون میده این اشخاص وارد زندگی شما میشن و شما بایستی تصمیم بگیرین که کدوم رو در نظر بگیرین برای
این ارتباط، برای اینکه دوام پیدا کنه، برای آینده عاطفی خودتون. حالا مشخصاتی که این افتاده تو این مسئله، یکیشون انگار که اسم میم داره، ر داره، حالا تو اسم یا فامیل اون از اون طرف هم شخصی که افتاده تو اسمش اف هست، ب هست، ف، حالا تو اسم یا فامیلش هست. به هر حال یه گردنبند زیباست، یه طرفش یه شخص دیگه، یه طرفش شخص دیگه، تا شما این وسط باید انتخاب کنید که چه کار باید بکنید، چه تصمیمی رو برای این ادامه این مسیر داشته باشین. از طرفی عدد 4 میبینم، 8 میبینم. حالا شاید روی مسئله عاطفی شانسی که برای شما هست روی این اعداد هست. حالا شاید راهنمایی که میتونه قهوه اینجا بده، شاید این اعداد 4 8 میتونه شما رو راهنمایی کنه که بهترین اتفاق برای خودتون رقم بزنید یا بهترین انتخاب رو داشته باشین که اینو داره نشون میده. دلو جان ممکنه مثلا شخص که حالا شخصی رو انتخاب کنه که این اعداد باشه، یا شروعش از آبان ماه برای شما باشه که عدد 8 هست و این میتونه توی انتخاب شما و نظر شما مثلا کمک کنه، راهنمایی کنه که بهترین انتخاب رو داشته باشین، بهترین، موثرترین، پرسودترین انتخاب رو برای خودتون داشته. حالا تو مسئله عاطفی که بیشتر اینجا تو، یا مسئله کاری هم میتونه باشه. بهبودی اوضاع مالی رو میبینم، پیشرفت کردن توی کارتون رو دارم میبینم. حتی کلمه‌ای رو دارم میبینم اینجا مثل هنر. شاید دوستانی که علاقه دارن مثلا روی کار هنری رو شروع کنن یا کار هنری رو از قبل براش علاقه داشتن، دلشون می‌خواسته ادامه بدن، اینو داره نشون میده که شاید زمانش رسیده که به اون راه و اون علاقه خودشون برن، یا اینکه اون کارو، اون علاقه هنری که مد نظرشونه وسعت بیشتری بدن، دانش بیشتری رو یاد بگیرن تو اون مسئله که اون کار بیشتر پیشرفت کنه یا اون هنرشون بهتر و بهتر از قبل بشه. داره نشون میده زمان این مسئله، زمان اینه که شما از زمانهایی که دارین، وقتهایی که دارین حداکثر استفاده کنین برای بهتر کردن خودتون، بهتر کردن کارهاتون. از طرف هدیه خیلی قشنگی میبینم، یک هدیه زیبایی به دستتون میرسه. شاید از لحاظ مادی اونقدر نباشه ولی از لحاظ معنوی خیلی شما رو خوشحال و شاد میکنه، خیلی براتون عزیزه. و همچنین این روزهاییه که یه کمی کارهاتون شاید زیاد شده باشه، شاید مشغولیاتتون خیلی زیاده، با برنامه‌ریزی، با مدیریتش این لحظات، این روزها اوضاع رو به نفع خودتون کنین و سعی کنین که زمان رو دقیق برنامه‌ریزی کنین تا دچار مشکل نشین، به هم ریختگی برنامه نشین. این خیلی مهمه. و اینکه حتی آینده نگری کنین برای مسائل پیش روتون. الان شاید وقتش رسیده که باید روی کارتون، روی اهدافتون یه آینده نگری کنین، دقیق به دو تا چارتایی کنین برای مسائلتون. آمین برای دوستان مهمانی عزیز. بریم سراغ کارتای تاروت ببینیم برای این دوستان چه خبر، چه پیامی هست. کارتای تاروت هم دقیقاً شبیه همین قهوه شما بود. ببینید کارتا داره نشون میده گردش روزگار داره میچرخه، سرعت بخشیدن به تمام مسائل زندگیتون رو داره نشون میده، تو کاری، عاطفی، هر چی که هست. پیشنهاداتی که داره به سمتتون میاد، پیشنهادات حالا بیشتر عاطفیه، بیشتر حتی میتونه کاری هم باشه ولی بیشتر رو مسائل عاطفی هست، رو مسائلی که حالا شما میتونید مثلا انتخابتون حالا روی اون چیزی که مد نظرتون هست باشه. مثلا یکی ممکنه کیسی رو انتخاب کنه رو مد نظرش باشه که از لحاظ مالی خیلی بالا باشه، و یک کیس دیگه مثلا یه شخص دیگه رو انتخاب کنه که از لحاظ کاری و هنری مثلا در حد بالاست، اون براش مد نظره. به هر حال دیگه انتخاب شماست، ولی به هر حال هر چی که هست داره پیشنهاداتی به سمت شما میاد و پیشنهادی رو شما دارید انتخاب خواهید کرد که انگار که یه دو تا چارتایی توش هست و از طرفی به نفع شما هست. آمین. گردش روزگار داره، گفتم بهتون سرعت داره میده به تمام کاراتون. حتی این گردش، این اتفاقات، این چرخ اقبالی که برای شما افتاده، سرعت بخشیدن به سمت شما، خبرهایی که همینطور به سمتتون میاد و برنامه‌هایی که لازم انجام بدین. اینجاست که بازم تو قهوه‌تون گفتم که یک مدیریت لازمه، یک برنامه‌ریزی لازمه که انجام بدین تا از این شانس هایی که داره میاد حد اکثر استفاده رو ببریم، بهره رو ببریم و خدا نگهدار دست ندین.
این لحظات لحظاتیه که شما خیلی وقت منتظرش بودیم و امیدوارم که از دستش ندیم و حسابی از این لحظات استفاده کنیم، از این اتفاقات خوب استفاده کنیم برای بهبودی اوضاع. بریم دقیقاً کارتی که بعدی که داره اینجا افتاد، چون کارت کبیره اومده، دقیقاً روی دانشتون گفتم کلمه هنر افتاده، یه چیزی رو که لازمه، حالا ممکنه اون صنعتی رو که دارین، کاری رو که دارین انجام میدین، چیزی رو که الان براش انجام میدین داره تداوم رو بهشون میده، پیشرفت کردن رو نشونه. اگر هزینه کنین که دانشتون تو اون مسئله پیشرفت شه، مثلا گرفتن کلاس‌های مختلف یا رفتن به یک کورس‌های مختلف که برای مثلا بهبود بخشیدن دانشتون، هنرتون، علمتون، چیزی که از خیلی وقتی که بهش علاقه داری، اینو داره نشون میده که توش پیشرفت داریم، کار داریم، تلاش داریم و دوام ادامه دار شدن این مسئله رو براتون نشون میده که حتی میتونه برای شما مسئله مالی مادی خیلی خوبی هم برای شما داشته باشه، بهبودی اوضاع کاری مالی خیلی خوبی هم برای شما نوید بده. این بود برای دوستان مهمانی عزیز و امیدوارم که از این وقت‌ها و امکانات و شانس هایی که داره به سمتتون میاد حد اکثر استفاده رو ببرین و پیروز و موفق باشین. آمین. تا جمعه بعد. حالا نوبت بهمن‌مایه‌ی عزیزم، ببینیم چه خبره من این دوستان تو قهوه. اولا یک حرف میم بزرگ اینجا، شبیه حرف میم بزرگ اینجا افتاده. این میتونه حالا تو اسم باشه، تو فامیل باشه، هرچی هست، یه کسی که تو اسمش میم بزرگ هست، میتونم بگم که خیلی میتونم بگم یک سایبون، یک حامی خیلی خوبی روی این قضیه برای شما میتونه باشه که اصلا یا خودتون اگر این اسم تو این حرف رو تو اسمتون و فامیلتون دارین، میتونم بگم که خیلی آدم مقتدری هستین و دستگیر خیلی آدم ها هستین، خیلی کمک کننده و حالت به نوعی حامی خیلی خوبی هستین. اینو داره نشون میده. از طرف حتی میتونه شبیه این باشه که مثل کسی که داره، مثل یک بسکتبالیستیه که داره دورخیز میره، این توپو داره میندازه توی گل و تو تور. این داره نشون میده که این خیلی قشنگه، یک موفقیت بزرگ، یک سگام خیلی قشنگی برای این دوستان عزیزمونه، مثل یک بسکتبالیست حرفه‌ای که نوید یک موفقیت رو داره نشون میده، یا از خوشحالی دست بالا بردن خبر خوبیه که به این اشخاص هست، به این دوستان عنصر بادی عزیز، بهمن‌مایه‌ای که از داره نزدیک میشه، پول و مالیه که به سمتشون داره میاد، تماس هایی هست، شماره هایی که اینجا توش 6 هست، 1 هست و 7. تو این شماره های شانسه. انگار این تلفن ها، این تماس ها یا این اشخاص با این تماس هاشون به شما یک پرش خیلی قشنگ رو ارائه میدن، یک اتفاق خوب ارائه میدن، باعث یک اتفاق خوب تو زندگی شما میشن که از خوشحالی واقعا پر در میارین، انرژی زیادی رو پیدا میکنین. آمین. تا به این عدد یک 3 بزرگ میبینم. عدد 3 عدد خیلی قشنگیه. تا 3 وعده نزدیک یا 3 وقت نزدیک، خیلی زود، مثل 3 روز، 3 هفته، در هر حال یا 3 ماه دیگه، این داره اون اتفاق بزرگه رو براشون داره نوید میده، یا اون اتفاقی که لازمه که از حالا خودشون رو آماده کنن برای یک پرش بزرگ که بتونن اون پرشه رو با قشنگی و با دقت انجام بدن و توپ با دقت بندازن تو تور. اونو داره نشون میده که از حالا باید حسابی قوی کنن و انرژیشون رو ذخیره کنن، دانشی که لازمه تو این کار، برنامه‌ای که لازمه تو این کار که انجام بدن تا اون سگام قوی رو بردارن و اون پرش رو لازمه، اون توپ با دقت توی تور بندازن رو داره نشون میده. اگر تمرینایی لازمه، اگر لازمه که کارهایی رو انجام بدن، از حالا باید شروع کنن، داره نشون میده. خب این بود برای دوستان بهمن ماهی. بریم سراغ کارت‌های تارot ببینیم برای این دوستان بهمن ماهی چه خبری هست، چه خبرایی میتونیم بگیریم. دوستان ببینین حرکت بزرگ، چه حرکت اولا کارتا رو ببینین. خبر از نو شدن داره میاد، خبر از یک حرکت بزرگ رو داره نشون میده. الان وقت درو کردن، یواش یواش باید محصولتون رو شروع کنین چیدن رو داره نشون میده. از طرفی نو شدن، حرکت کردن، زنده شدن یا جابجایی بزرگ رو داره براتون نوید میده. که کارها ساکن بوده، حرکتی نداشته، الان داره اون حرکت رو خیلی سریع پشت سر هم، چون 2 تا کارت کبیره افتاده، داره نشون میده. اگر جابجایی رو میخواین، اون جابجایی رو داره نشون میده، اتفاق میفته. اگر جوابی میخواین، جواب بزرگی میخواین که برای
موفق شدن برای بهبود کارهای مالی و مادی تو، این هم باز اون جوابی داره به سمتتون میاد. دوستان حتی داره نشون میده که اگر تو زندگیشون الان تو این شرایط کسی فوت کرده، از نزدیکانشون فوت کرده و لازمه ای که یه انحصار وراثت اینجا صورت بگیره یا تقسیم مالی بشه یا برنامه‌ریزی رو مال بشه، اونو داره نشون میده که بایستی پیش رو داریم که باید انجام بشه. صبر افتاده و یه گرفتاری‌های لازمه که گرفتاری هست که اسمش نمیشه گفت گرفتاری، ولی دیگه کاریه که باید انجام بشه و اگر حق و حقوق لازمه که اینجا داده بشه، اینجا باید با دقت عمل کنیم. اومده که با دقت عمل کنیم. چون دو تا کارت کبیر اومده، من باز یک کارتای دیگه میکشم ببینیم چه پیامی دیگه برامون دارن. دوستان مراقب سلامتیتون باشین. کارتی که اومد کارتیه که باید خیلی مراقب سلامتیتون، مراقب آدم‌هایی رو که وارد زندگیتون می‌کنین باشید، دقت داشته باشین. و از طرف این که همه اون مسئله، حالا ممکنه این مسئله بیماری اگه خبری که ناراحت کننده بهتون رسید، داره میگه که خودتون رو قوی نگه دارین، حفظ کنین، چون انگار که کسانی به شما وابسته هستن تو این مسئله که شما باید خودتون رو قوی نگه دارین. از طرفی هم میتونه به معنی این باشه اگر چکاپی لازمه از لحاظ سلامتی انجام بدین، این کار رو باید انجام بدین، چکاپ رو باید انجام بدین، پشت گوش نندازین. معجزه افتاده، شفا افتاده. اگر خبری گفتم بهتون، اگر ممکنه حتی میتونه به معنی حالا خبر بیماری کسی باشه، بهبودی براش دارم میبینم، برطرف شدن اوضاع شرایطی که توش گرفتار شده ناگوار هست رو دارم میبینم، تعادل ایجاد کردن رو دارم میبینم. اینکه باید شما توی زندگیتون، تو برنامه‌های زندگیتون رو تعادل ایجاد کنین رو دارم میبینم و مدیریت مالی رو دارم میبینم. دوستان باید روی مسائل مالی و مادیشون تو این روزها مدیریت دقیق داشته باشن، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن و همچنین اینکه اگر میخوان یه وسیله بزرگی بگیرن، تو فکر اینن که یک وسیله بزرگ رو بگیرن، مثلا ماشین، فعلا دست نگه دارن فعلا، چون داره تاروت بهشون نشون میده که الان شرایط نیست که شما بخواید یک وسیله مثل ماشین رو بخرید. اینو فعلا دست نگه دارید. دیگه همین برای دوستان بهمن ماهی بهترین ها رو آرزو میکنم، برای که هرچی اتفاق خوب براشون بیفته و آرامششون رو حفظ کنن، روحیه مثبتشون رو حفظ کنن، حتما اتفاقات خوب براشون خواهد افتاد. این بود برای دوستان. تا جمعه بعد که میبینمتون. نوبت هم باشه نوبت دوستان عنصر خاک متولد ماهای اردیبهشت، شهریور، دی. دوستان قبل از اینکه شروع کنم اولا لطفا حمایتتون رو از من دریغ نکنید و لایک و کامنت فراموش نشه و همچنین با نشر دادن و سیو کردن ویدیوها میتونین کمک کنین که من بهتر دیده بشم، برنامه و کانال من بهتر دیده بشه. ممنون میشم این حمایت رو از من دریغ نکنید. همچنین باید بهتون توضیح بدم که تو قسمت دسکریپشن و توضیحات یوتیوب تو هر ویدیو شما به راحتی میتونید با گذاشتن زمانهایی که براتون گذاشتم تو اون قسمت به راحتی ماه تولد خودتون رو پیدا کنید و همون قسمت رو فقط نگاه کنید. اگر فقط میخواین ماه تولد خودتون رو اگر کامل میخواین که ممنون لطف میکنین وقت و زمان میذارین که کامل ببینید. اگر فقط وقت ندارین میخواین فقط زمان خودتون ماه خودتون رو ببینید، شما به راحتی اون قسمت برین روی اون زمان بزنین، وارد همون قسمت و ویدیو میشین و فقط ماه خودتون رو میبینین و تمام. خب بریم شروع کنیم برای این دوستان. ببینیم قهوه چه پیامی داره، چه راهنمایی از قهوه میتونیم بگیم، بعد نوبت کارتای تاروت بشه. برای دوستان اردیبهشت، شهریور و دی. ببینیم دوستان، اردیبهشت، شهریور، دی. دوستان اردیبهشت ماهی ببینیم تو قهوه براشون چه خبری هست. اولا برای دوستان اردیبهشت ماهی چیزی که دارم میبینم انگار که یه کیس بامزه‌ای داره وارد زندگی این دوستان اردیبهشت ماهی میشه. انگار که مثلا یه حیوان خونگی یا مثلا یه سگ یا یه گربه وارد در زندگیشون میشه که خیره و خیلی بامزه و قشنگه. دستتون درد نکنه که حامی و سرپرست یک حیوان هستین، دمتون گرم. ولی داره نشون میده و از طرف این میتونه به معنی اینم باشه که شخصی، حالا میتونه این نماد یک دوست وفادار، دوستی که حالا شاید از لحاظ سنی یا از لحاظ یا از لحاظ اجتماعی میتونه مثلا حالا اونقدر در سطح بالایی نباشه، ولی میتونه یک حامی خوب، یک دوست وفادار برای شما باشه. میتونه کسی باشه که تو هر شرایطی به حمایتش، به مهربانیش میتونین اعتماد داشته باشی. آدم صادقیه، یا اون شخصی که صادقه، درستکاره.
ولی به هر حال هرچی هست که خیره، خیلی قشنگه. دوستان توی این روزا دوره همایی خیلی قشنگی میبینم، مناسبت‌های زیبا میبینم. اگر قصد این دارین که یک ارتباطی رو کاملتر کنین، یک ارتباطی رو به رسمیت انجام بدین، اینو داره برای شما داره نشون میده. تو چالتون داره این اتفاق میفته، به رسمی شدن یک ارتباط داره نشون میده، یک ارتباط عاطفی رو بیشتر تا کاری و مالی. دست دادن توافق عاطفی رو داره نشون میده تو یک مسیر عاطفی برای دوستان. خیلی قشنگه برای دوستان اردیبهشت ماهی، خیر الهی. حالا اگر دوستان تنها هستن داره نشون میده که توی مسیر زندگیشون توی این روزها داره وارد شدن جفت روحشون رو داره بهشون نشون میده. همچنین از 2 تا مال بزرگ داره به سمتتون میاد، 2 تا پول یا سرمایه‌ای که به سمتتون داره میاد و داره نشون. همچنین برای دوستان اردیبهشت ماهی پول و سرمایه رو دارم میبینم که داره به سمتتون میاد، تو مسیر زندگیتون قرار میگیره که این پول و سرمایه میتونه هم از طریق همون کیس عاطفیتون باشه که این داره انجام میشه، وارد زندگیتون میشه، هم میتونه این که شما از جایی توقع داشتین که پولی رو به سمتتون بیاد یا حمایتی بشه یا تقاضای وامی داده بودین، این داره اتفاق براتون میفته و در 2 مرحله، در 2 تیکه به شما داده میشه، به دستتون میرسه. این خیره. اینکه شما انگار که بعد توی مراسم خیلی قشنگی شرکت کنید، یک مراسمی که لازمه حتی شما هدایایی یا هدیه‌ای تهیه کنید که مطمئن باشین که خیر و برکت اون هدیه به زندگی شما هم وارد میشه. اینو انجام بدین. اگر باعث بشه دلی رو شاد کنی، مطمئن باشین که برکتش چندین برابر وارد زندگی شما میشه. توی یک مسیری، توی یک راهی کاری مالی لازمه که با 3 نفر صحبت کنیم، با 2-3 نفری توی یک میز دور همی جمع بشین، جلسه رو تشکیل بدین تا راه توافق اون آدما رو به دست بیارین که این داره نشون میده که مثبت هست. ولی چندین مرحله داره، انگار که این نشست‌ها بعد 2-3 مرحله انجام بشه تا این پیش بره، جلو بره به نفع شما. حتی اگر لازم باشه که تعداد جلسات زیادتری باشه تا توافق اون آدما رو جلب کنی، اینو داره به شما توصیه که میکنه با دادن داده‌های درست، اطلاعات مناسب میتونی اعتماد اونها رو جلب کنیم برای اون کار، برای بستن اون قرارداد بزرگ و این انتخاب بزرگ. آمین برای دوستان اردیبهشت ماهی. و حتی اینجا خبر بارداری یا تولد بچه‌ای هم به شما داره نوید میده. اگر خودتونین که تبریک میگم و اگر از نزدیکانتونین که خبر خیلی خوبی یا قشنگیه داره به سمتتون میاد. این بود برای دوستان اردیبهشت ماهی عزیز. بریم سراغ کارتای تاروت ببینیم برای این دوستان چه پیامی، چه خبری هست. کارتا رو شما ببینید دوستان. این کارتا داره نشون میده تأخیراتی اگر بوده، تنهایی‌ای بوده، داره برطرف میشه، داره اتفاقات خیلی خوبی برای شما رقم میخوره. اگر این تأخیرات توی کارتون افتاده، این تأخیرات به نفع شما بوده، یعنی این تأخیرات ضرری برای شما نداشته، ممکنه سریع به اون نتیجه نرسیدیم، ولی داره نشون میده که با این تأخیرات شما بهتر تونستین تصمیم بگیرین چه کارهایی انجام بدین یا اینکه لازم بوده به خصوص اون حالا توی قهوه‌تون اومده بود که اون جلسات لازمه که چند تا مرحله انجام بشه تا بهتر توافقای اون آدما رو جلب کنین. شاید همین بوده، این تأخیرات لازم بوده که شما داده‌های بیشتری رو به دست بیارین، اطلاعات مناسب‌تری به دست بیارین تا بتونین بهتر اون آدم‌ها رو موافق کار خودتون بکنین، اون آدم‌ها رو مجاب کنین به انجام اون کار. این دلیلش میتونه این باشه. از طرفی در اینجا دوستان اگر تنها بودم یا تنهایی رو برای انزوا و تنهایی رو برای خودشون انتخاب کردن، داره میگه که داره خبرهایی براشون میشه، یک حرکت‌هایی توی قسمت زندگی عاطفیشون داره نشون میده که داره اتفاق میفته و میتونم بگم این حرکت خبر میتونه از راه دورم حتی باشه، حتی میتونه به معنی تغییر جابجایی. اگر دوستان تغییر جابجایی رو میخواستن، جواب مثبت اپلای جایی رو داده بودن میخواستن به دستشون برسه، داره این نوید اینو میده که این اتفاق داره به سمتشون نزدیک میشه. زمانی هم که نشون داده هم زمانیه که از نیمه دوم ساله، ولی از فصل، از ماهایی که عنصر خاک رو دارن و داره براشون نشون میده، مثل دی، اوایل دیو و میتونم بگم که آخرای سال مثل اسفند ماه که عنصر آب هست دیگه. کارتا چون کارتای 2 تا کارت کبیره افتاده داره اینو نشون میده. من یه کارت دیگه هم میکشم.
خیلی قشنگه. پیشنهاد گفتم ممکنه این کیس عاطفی که به سمتتون داره میاد کسی باشه، هم میتونه حامی مالی خیلی خوبی برای شما باشه، یا اینکه شخصی که متولد آب هست، عنصر آب تو وجودش هست، داره این مشخصات داره نشون میده برای شما. شخص مثبتی مناسبیه و میتونین روش حساب واکنین و بهش اعتماد داشته باشین. از طرفی هم میتونه به معنی این باشه که شما توی کاری که روش صبر کردین و تأخیر افتاده بوده، حالا بعد از رسیدن جواب به سود قابل ملاحظه‌ای تو اون کار و هدف خواهید رسید. یا صبری که تو زندگیتون کردین با خودشناسی خودتون، با کار کردن روی خودتون، حالا میتونید با انتخاب درستی که تو زندگی شخصیتون انجام بدین به سود خیلی خوبی برسین، به یک اتفاق خیلی قشنگ عاطفی خوبی برسین، یا یک اتفاق عاطفی زیبا رو برای خودتون رقم بزنید. برای دوستان اردیبهشت ماهی عزیز، الهی که بهترین رو براتون رقم بخوره. براتون بهترین رو آرزو میکنم و تا جمعه بعد شما رو میبینم. نوبت شهریور ماهی عزیز کانال هست. دو تیکه مساوی تو یک مسیرتون داره نشون میده که این جابجایی هست. اگر دارین از یه مدت بود توی تاریکی بودین، توی ناشناخته ها بودین، توی مسیری بودین که احساس میکردین هیچی سر جاش نیست، خیلی شلوغه، احساس میکردین نمیتونین مدیریت داشته باشین روش و شرایط نامناسب بود براتون و نگرانی‌های براتون جای داره رو به روشنی میره. اگر دوستان نه، این شرایط الان شرایط استندبای خیلی خوب رو داره نشون میده، داره بهشون توصیه که میکنه یه مقدار خودشون الان حسابی قوی نگه دارن، خودشون حسابی کار کنن، انرژی ذخیره کنن برای روزهایی که ممکنه لازم از این انرژی ها، از این دانش، از این چیزهایی رو که از الان جمع آوری کردن برای روز مبادا استفاده کنن، برای روزهای پرمشغله، برای روزهایی که لازمه کارها رو با دقت انجام بدن، با فعالیت بیشتر انجام بدن و لازمه که نشون میده که انجام داشته باشه اون انرژی و اون دانش و اون قدرت رو برای مقابله با این شرایط که ممکنه مساعد نباشه براشون رو داشته باشن. صلیب دارم میبینم افتاده. صلیب بیشتر معرف این هست که اگر دوستان توی شرایط جسمی نامساعدی هستن، داره نشون میده که خیلی باید مراقب باشن. اگر لازمه که دوره رو بگذرونن، دوره درمانیشون رو کامل بگذرونن، خب اینو توصیه رو داره. اگر دوستان خبرهای ناخوشایندی تو این قضیه میشنون، شما جنبه مثبت اینو نگاه کنید و اگر کسانی تو این روزها خبر فوت، خبر از دست دادن کسی رو دارن میشنون یا شنیدن یا براشون اتفاق افتاده، صبور باشن، این روزها هم میگذره. مطمئن باشن که اون شخصی که از زندگیشون رفته تو شرایط خیلی خوبی در جهان هستی هست. نگران نباشن، اون شخص هم راضی نیست به اینکه شما اینقدر توش قصه بمونید، تو ناراحتی بمونید. به هر حال خودتون رو جمع جور کنید، چون چیزی رو که میبینم که انگار که لازمه شرایط رو که الان توش قرار گرفتین مدیریت کنین، چون کسانی هم دارن به شما نگاه میکنن، انگار که لازم خودتون رو جمع جور کنین، انگار که مدیریت کنین شرایط رو تا دیگران هم به خودشون بیان. اشخاصی هم که به این مسئله ربط دارن هم بتونن کنترلی داشته باشن روی کارهاشون، رو زندگیشون و نظم بدین و نظمی به زندگیتون دو مرتبه برگرده. یا نگه داشتن روی خودتون و حفظ روی خودتون باعث شه که روی دیگران هم حفظ بشه و با دیدن شما حال اونها هم و با دیدن شما حال اونها هم حال بهتر بشه. این توصیه که داره قهوه براتون انجام میده، داره میگه این دوستان شهریور ماهی این روزهای نامساعدی رو دارن میگذرونن، براشون طلب خیر میکنم، الهی که بهترین رو براتون رقم بخوره و اگر شرایطی هستن که شرایط نامساعدی رو راحت طی کنین و با قدرت جلو برین. دوستان عدد 6 میبینم، یا از 6 وعده دیگه، یا 6 وعده تقریبا نزدیک هم نیست، یا همین تا آخر نیمه دوم سال شما کارهایی رو باید سر و سامون بدین، برنامه‌هایی رو لازمه که انجام بدین که پیش روتونه، رو مسیر زندگیتونه تا شرایطتون بهبود پیدا کنه. شرایط حال مالی و کاری هم میتونه شرایط احساسی و فکریتون باشه. به هر حال هر چی هست یه شلوغی رو باید اداره کنید، حل و فصل کنید تا خودتونم آرامش بگیرین، آرامش تو زندگی خودتون هم وارد بشه. این بود برای دوستان شهریور ماهی. بریم با کارتای تاروت ببینیم چه پیام و خبری برای این دوستان هست. این کارت که خودش افتاد، چرخ، این کارت که خیلی قشنگه. ببینین کارتا رو.
دوستان اگر قصد خرید یک وسیله هستین داره نشون میده که این پول سرمایه دستتون میاد، خرید انجام میدین که به نفعتون، خیرم هست. اگر بهبودی رو اوضاع مالی و کاریتون میخواستین انجام بدین، این داره نشون میده که این اتفاق برای شما میفته. اگر لازمه که سهم‌هایی داده بشه به اشخاصی که تو زندگیتون هست، مثل حالت شبیه انحصار وراثت، اینو داره نوید میده که باعث این کارا رو با افراد خانواده‌تون این مسئله رو انجام بدین، به توافقات برسین که باعث آرامش همه بشه، و اونها هم حال خوبی تو این قضیه پیدا کنن، بهبودی تو زندگیشون پیدا کنن. اینو داره نشون میده. اگر یا خودتون هستین لازمه کسی به شما حقی رو بده، این داره اتفاق میاد. این حقا به صورت عادلانه به سمت شما انجام میشه، برای شما انجام میشه و به دست شما میرسه. اینو داره نشون میده. و حرکت هست، جابجایی هست. اگر خبری دلتون میخواد از راه دور برای شما بگیره، برای جابجایی، حرکت، تغییر، این داره براتون داره نشون میده، اتفاق داره میفته. و چون کارت کبیره افتاده، من باز یک کارت دیگه میکشم. دقیقا روی اون دلگرفتگی. الان ممکنه یه دوستان تو این شرایطی هستن که دلشون گرفته، شرایطی هستن که قلبشون به در، حالا خودشون دچار مشکلات جسمی روحی هستن، یا اینکه توی شرایطی هستن که نامساعده داره اینو داره نشون میده که بهتره که خودشون رو کنترل کنن، حفظ کنن. اگر دوستان لازمه که چکاپی صورت بگیره، درمانی صورت بگیره، اینو بایستی پیگیر بشن، حتما انجام بدن. به هر حال دقیقاً چیزی که تو قهوه گفتم داره میفته. و نهایتاً شادی، نهایتاً محکم شدن اون چارچوبا، درست شدن شرایط. اگر الان توی یک زلزله افتادین، این تحمل این زلزله‌ای که الان تو لحظه هست، این کوتاهه، زمان کوتاهی میبره و با تحملش این میتونین اتفاقات خوبی رو رقم بزنین، میتونین شرایط رو بهبود ببخشین، میتونین به نفع شما بشه. هرچی هست که خیره. خوددار باشین، تحمل کنین. اگر درمانی لازمه، درمان انجام بدید که بهبودی صورت بگیره. اگر لازمه که باز حق‌هایی داده بشه تا همه از این عدالت که صورت میگیره شاد بشن و داره نشون میده. اگر شاید حق شما بایستی بگیرین، اینو داره توی سرنوشتتون نشون میده که به اون حقتون میرسین، به اون چیزی که لازمه تو زندگیتون، تو اون مسئله که الان باش درگیر هستین میرسین. به هر حال خوددار باشین، آرامشتون رو حفظ کنین و مطمئن باشین اینم میگذرد. این نیست بگذرد. این جمله رو همیشه یادتون، این نیست بگذرد دیگه. همینه، طبیعت، نرمال. برای دوستان شهریورماهی بهترینا رو آرزو میکنم. هرچی هست که خیر باشه و براتون اتفاقات خوب بیفته. نوبتم باشه نوبت دیماهیای عزیزمه. دوستان دیماهی، شما به راحتی میتونید از طریق تایملاین توی دسکریپشن یا همون توضیحات ویدیو به زمان تولد ماه خودتون دسترسی داشته باشین. فقط همون زمانی، احتیاج نیست تا آخر بیاین خودتون رو اذیت کنین یا مثلا وقت ندید، مثلا زمان زیادی رو پای ویدیو اگه دوست ندارین مثلا بشینین. اون شما به اون انتخاب اون زمانی که من توی توضیحات گذاشتم به راحتی میتونید دسترسی به اون بخش فایل خودتون داشته باشین به راحتی. این بود برای توضیح. بریم سراغ فایل قهوه شما دوستان. این روزها حواستون به دخل و خرجاتون داشته باشین. انگار که لازمه پولی رو پس انداز یا یعنی پشت دستتون داشته باشین برای روز مبادا تا از اون پول استفاده کنین و پشیمون نشین از این قضیه که چرا مثلا تو این لحظه من پشت دستم هیچ چیزی ندارم یا مثلا پس اندازی ندارم برای اون کار، این مسئله. هرچی از الان بایستی حسابی مدیریت خیلی سفت و سخت روی شرایط مالی و مادیتون داشته باشین. عدد 7 عدد شانس رو براتون میبینم. ستاره یک برآورده شدن یک شانس، یک آرزویی که قلباً دلتون می‌خواست رو براتون میبینم که حتی به معنی امضا، به معنی بستن یک قرارداد براتون میبینم که خیلی خوشیومه. آمین. هرچی خیر براتون اتفاق بیفته. حتی شاید اون سرمایه‌ای که گفتم که لازمه یه جا پشت دستتون نگه دارین، مدیریتی که رو دخل و خرجتون لازم انجام بدین، همینه که لازمه برای یک مسئله سندی، ملکی یا چیز بزرگ و مهم اون پول باشه، تمام و کمال، یا اون سرمایه لازمه باشه. اینجا داره نشون میده که اینجا به دردتون میخوره که اون اتفاق خوشگل براتون بیفته، اتفاقی دلتون میخواد بیفته و از اون شانسی که بهتون رو میاره استفاده ببرید، از دست ندید. مهمونی‌ها، شادی‌هایی دارم میبینم، کوچیک کوچیک ولی خیلی خوبه. دور همیه قشنگی که میتونه براتون اتفاق بیفته.
یه تجدید دیدارها، مثل که از دوست مثلا فرصتی پیش اومده حالا میتونن دوستان دور هم جمع بشن، همدیگه یه دوستان فامیل حالا نزدیکانتون که باشون خیلی صمیمی خیلی وقت از هم فاصله داشتین، حالا داره دیدار رو تجدید دیدار رو داره برای شما داره نشون میده، دور همیایی قشنگ رو داره نشون میده که حتما از این لحظات استفاده ببریم. این روزاییه که خیلی بدو داریم. بدوی بد نیست، خیلی هم خوبه. این پرکاری فعالیتتون رو نشون میده، مشغول بودن شما رو نشون میده، مشغولیت خیلی خوب تو راستای کار و پیشرفتتونه. ولی تو این راه و تو این بدوها لازمه دقت کنیم تا چیزی رو گم نکنین، اینو مراقب باشین، چیزی رو فراموش نکنین. مثلا لازمه که یک جا برین که مثلا کارتتون همراه باشه، یه وسیله مهمی همراهتون باشه، سندی لازمه که همراهتون باشه، اونو جا نذارین مثلا یه جا، یا خدای نکرده گم نکنین که ضرر بهتون بیاد، ناراحتی براتون ایجاد کنه. ولی به هر حال اینو دقت کنید روی این مسئله. یا حتی ممکنه یه چیزی رو گم کنید که کمی شما رو تو دردسر بندازه. نمیگم حالا گرفتگی بدی براتون ایجاد کنه، ولی تو دردسر بندازه. این مجبورشین مثلا کارت بانکیتون رو جا گذاشتین تو خونه، دو مرتبه مجبورشین تمام مسیر رو برگردونید مثلا کارتتون رو بیارید. این شکلیه. مثلا تو زمان تاخیر بندازه، یا مثلا وقتتون رو بگیره، گرفتاری این شکلی ایجاد کنه. صحبت دو نفره دارم میبینم، یک جلسه برای آشنایی که به صورت حالا انگار که انتخابی، به صورت جایی مثلا کسانی براتون انتخاب کردن، حالا لازمه که تو اون جلسه برین، تو اون دیت عاطفی و اینا برین. بد نیست، چیز نکنین مثلا جبهه نگه یعنی چی مثلا یه همچین دیت رو برای من تعیین کردی، مگه من مثلا بچم؟ نه، برین لجبازی نکنین. شاید واقعا اتفاق خوبی رقم خورد، شاید اون شخصی که واقعا سالوس منتظرین، روسوس منتظرین، اون شخص واقعا همون باشه. از دست رد به این مسئله نزنین، برین. به هر حال کسی که براتون انتخاب کردن، حالا برای آشناییت، برای ارتباط گرفتن، برای این دیت، کسی بدی نیست، انتخاب بدی نیست. برین حداقل ببینین، شاید نظرتون عوض. حالا نوبت کارتای تاروته، بریم ببینیم برای این دوستان با کارتای تاروت چه پیام و راهنمایی میتونیم ببینیم و تعبیر کنیم، ببینیم چه خبره، چه چیزی هست با کارتای تاروت. چه کار میخوام؟ خب کارتا که فوق العاده است، دقیقاً اصلا با همسو شده، با ببینیم همسو شد با قهوه‌تون، با تعبیر قهوه‌تون. خیلی قشنگه. اون دیتی رو که گفتم قراره بریم ببینیم براتون تعیین کردم، میتونه حکم یک شروع عاطفی قشنگ باشه، حتی میتونه به معنی یک اتفاق مالی و مادی خیلی قشنگ هم میتونه باشه. گفتم یه امضا دارین، یک کار قراردادی سندی دارین، آس جام افتاده، این خیلی زیباست. این روزا روزای شانس، این روزا این ساعتایی که در پیش رو دارین حد اکثر استفاده برین، مراقب باشین شانس ها و این لحظات رو از دست ندین، چون سرنوشتتون بهش رقم خورده و میتونم بگم که اتفاقات خیلی خوبی داره به سمتتون میاد که داره نشون میده. حتی این همون به معنی اون دیدارها هم هست، تجدید خاطراتی که گفتم میتونه به معنی اون باشه، اونم هست، داره نشون میده که خیلی قشنگه. این کارت واقعا قشنگه و اصلا هرچی بگم کمه. زمانی که برای دوستان دیماهی داره اینجا داره نشون میده که این شانس ها، این اتفاقات خوب براشون رقم میخوره و از این لحظات و این شانس ها که داره به سمتشون میاد حتی اکثر استفاده کنن. ماهایی که عنصر آب توشون هست یا عنصر خاک، یا حتی میتونم بگم که مشخصات کسی که داره برای تو زندگیشون وارد میشه، زندگی عاطفیشون، یا اون اتفاق یا اون حامی که مشخصاتش میخوام بهشون داره نشون میده، متولد میتونه عنصر خاک باشه یا عنصر باد برای شما باشه. مثل متولد دی که هم عنصر خودتون هست، هم ماه خودتون، میتونه شهریور، اردیبهشت باشه، یا آب مثل اسفند. به هر حال خیلی زیباست. از این لحظات، از این زمان ها حد اکثر استفاده رو ببرین. اون دیتر هم برین براتون تعیین کردن، شاید حالا رسمی باشه، شاید چیزی باشه که شما انتخاب نکردین، ولی قشنگه. این بلندبازی رو از دست ندین، هرچی هست که خیره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که هرچی که خیره براتون اتفاق بیفته. برای دوستان دیماهی تا جمعه بعد که شما رو میبینم.